مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز میخوایم بپردازیم به ماجرای دعوا و درگیری و داد و بیداد این چهره الناز شاکردوست که جدیدن یه ویدیو از ایشون حسابی تو شبکه‌های مجازی وایرال شده که سر اکران فیلم سینمایی بی بدن آخر فیلم ایشون رفته تو سالن سینما و داد و بیداد کرده، گفته که آقا فیلمشو نمیخوام ببرن تو جشنواره فجر رو، دارن که حقش رو میخورن و خلاصه حسابی جنجال پا کرد که ویدیوشو برای شما پخش خواهیم کرد و حالا صحبتایی که حسابی تو شبکه‌های مجازی وایرال شده. نکته رو بگم که الناز شاکردوستی که متولد 6 تیر ماه 1363 هستش، این سالها هم همیشه رفتارش بی‌حاشیه نبوده، اما حرکت ایشون خیلی عجیب و غریب و خنده داره، به خاطر اینکه در کجای دنیا بازیگر سینما بلند میشه میره کف سینما و داد و بیداد میکنه آه فیلم منو اکران نکردن و فلان کردن. اون مملکت که همینجوری بی‌در و پیکر هست، شما هم دارید با این رفتاراتون دامن میزنید به این بی‌در و پیکر بودن فیلم سینمایی که خودش اصلا با رانت و لابی ساخته شده. فیلم سینمای بی بدن که شهرداری تهران و دو سه جا از نهادهای دیگه پول گذاشتن و ساختن، یعنی اصلا ورود شهرداری برای فیلمسازی خودش رانته، چون همینجور عادی که نمیرن فیلم‌های سینمایی رو اینا سرمایه گذاری بکنن، قطعا یه رانتی و یه لابی پشتش بوده. اصلا ساخته این فیلم سر تا پاش رانت بوده. حالا ایشون با التپونی و داد و بیداد و جیغ و عوار میخواد بگه که آره حق ما رو خوردن. فیلم سینمایی بی بدنی که یکی از پرحاشیه‌گی‌هاش همین هستش که اصلا داستان این فیلمو بهتون بگم که بر اساس یک روایت و داستان واقعی گویا ساخته شده. چند سال پیش شاید آرمان عبدالعالی رو خیلیاتون شنیده باشید که حالا به آرمان عبدالعالی معروف بود و غزاله شکور که 12 اسفند ماه سال 1392 غزاله شکور میره به دیدار دوست پسرش آرمان که بعد از اون هم خانواده‌اش دیگه هیچ خبری ازش ندارن و میگن که غزاله گم و گور شده و بعد از اون با پرینت تلفناش و SMS ها و چیزهای مختلفی که وجود داشته متوجه میشن که به دیدار دوست پسر خودش آرمان عبدالعالی رفته بوده و آرمان رو میرن دستگیر میکنن. بعد از این داستان فیلم بی بدنی هستش که ازش حالا از این داستان رفتن یه دونه گلو برگاری کردن و فیلم بی بدن رو ساختن که الناز شاکردوست هم توی اون فیلم بازی میکرده و الان خانواده آرمان راضی نیستن، میگن آقا چرا برداشتید این داستان رو ساختید، از ما رضایت نگرفتید، ما خودمون یه ور این پرونده بودیم، شما برای چی اومدید بدون اجازه ما ساختید؟ داستان از این قرار بود که آرمان هم میره اعتراف میکنه و میگه که آره غزاله میخواسته بره خارج از کشور و منم ناراحت بودم از این قضیه، هولش میدم سرش میخوره به گوشه دیوار و بعد از اون هم با چند تا ضربه دیگه تو اعترافات اولیه‌اش میگه که بهش ضربه میزنم تو سرش، بعدش هم جسدش رو میذارم توی پلاستیک و میذارم توی آشغالی و بعد از اون هم دیگه جسد غزاله پیدا نشد از سال 1392 و بارها و بارها حکم اعدام برای آرمان صادر میکنن. 3 بار توی انفرادی میره، یه بار تا پای چوبه دار هم میره و خانوادهش بهش 1-2 بار فرصت میدن 1 ماه که آدرسی از غزاله بهش بده، یعنی میگن که کجا اون بچه رو انداختی و آرمان میگه که من خبر ندارم که اون کجاست و بعد از اون در تاریخ 3 آذر 1400 توی زندان رجای شهر آرمان رو اعدام میکنن بعد از 3-4 بار تو طول این از سال 92 تا 1400 میشه 8 سال، یعنی 3 بار هی میبردنش پای چوبه داره، میآوردنش، میگفتن میخوایم اعدامت بکنیم، میبردنش تو انفرادی و از این صحبت ها، ولی اصطلاحاً آرمان زیر بار نمیرفت و اومدن حالا فیلم سینماییش رو ساختن که الناز شاکردوست و سایر افراد تو این فیلم بازی میکنن، اما حالا زیر بار نرفتن. بریم ببینیم که صحبت الناز شاکردوست توی سینما چی بوده و چه اعتراضی داشت.
نمیذاریم حرف بزنم. نمیذاریم. گفتی تریبون حق نداریم. میخوام حرف بزنم. میخوام بگم نمیتونین منو به زور ببرین. بلیط خریدم اومدم تو سینما. نمیتونین به زور منو ببرین. در این فضایی که پر از نفرت البته هستن آدمای اندک دلسوز مسئولی مثل اسم بزن ببرم از خانم یک زن شجاع و قوی، خانم نازنین پیرکاری که ازتون میخوام خواهش کنم تمام این سنگ هایی که به سمتتون پرت شده ازش بیان یه سنگر بسازیم. چرا مثل اینکه ما در یک جشنواره به سر نمیبریم، در یک جنگ فرهنگی به سر میبریم. من امروز احساس میکنم نه به خاطر خودم الان این چندمین بار این اتفاق میفته، به خاطر عواملی که زحمت کشیدن. میخوام ازشم تشکر بکنم. و بگم آرزو میکنم روزی بیاد خیلی زود، شاید همین سال آینده، که جشنوارمون بیکینه فرهنگی و تخصصی برگزار بشه. صبر کنید، من صدام قطع بود. الان یه لحظه نگاه کردم میکروفون، یه لحظه صحبت قبلیمو دوباره تکرار میکنم. میخواستم بگم که اصلا حضور خود الناز شاکرتوس توی سینما ایران با رانت بوده، اصلا به خاطر دوستیش و رابطش و روابطش با محمد رضا شریفی نیا بود که وارد سینما ایران شد. الان خودت حضورت تو سینما با رانت بوده. الان من نمیدونم اعتراضت چیه این وسط. بعد کسی پوشیده نیست حمایت شما از روحانی، نمیدونم ابی رئیسی و افراد دیگه. شما به اندازه کافی به مردم خیانت کردید، شما به اندازه کافی به مردم پشت کردید، شما به اندازه کافی امتیاز دریافت کردید از سیاسی. الان دارید میگید سنگر رو از این صحبت رو بشین سرش بابا. این تنها خواهش من. ملت جوگیر همیشه در صحنه ماشاءالله چفو میزنن، اصلا نمیگم بابا تو خودت برانت بودی چفو میزنن. یه سلبریتی میبینن همینه دیگه، ملت سلبریتی هستن همینه. بازیگر دیگه تو این فیلم دیگه. مردم حرف بزنن. میخوام بگم خوشحالم که کنار شما مردم توی سینما این فیلم رو برای اولین بار دیدم. کنار شما مردم هستم. منم مثل شما بلیط خریدم تا بتونم اینجا باشم. خب حالا چرا تکرار میکنی؟ خب بلیط خریدی اومدی، ایرادش چیه؟ بلیط خریدی اومدی دیگه. حالا دیگه منت داریم، بقیه مردم هم بلیط میخرن میرن. یه بار دعوت نشدی بده، حالا یه بار رفتی پی کنار مردم وایستادی، به عنوان رزومه اینو حساب میکنی؟ این که خب از اونجایی که حضور من برای داشتن هر گونه تریبونی در جشنواره فجر خط خورده، گفتم فکر کردم بیام اینجا بیستم با شما مستقیم حرف بزنم، با شمایی که این فیلم رو الان شاهدش بودین، این فیلم رو دیدین، از شما بپرسم که چرا دلیل اینکه این فیلم در سودای سیمرغ حضور نداره رو قضاوتش رو به شما مردم و به تاریخ بسپارم. شاید برای خیلیاتون سوال باشه که این فیلم هست صداشو زیادتر کنید که صدای من اصلا نرسه، عادت همه سوال هست. شاید براتون سوال باشه که این فیلم الان تو جشنواره فجر هست. بله، در جشنواره فجر یک بخشی رو گذاشتن به نام زیادتر باریکلا، به نام نگاه نو، برای فیلماییه که هیچ دلیل منطقی نمیتونن برای حذفشون پیدا کنن. این فیلم ها رو میذارن تا از این طریق فیلم ها رو زنده به گور کنن. چرا میگم زنده به گور؟ چون از این طریق باعث میشه که فیلم در این بخش در هیچ زمینه، در هیچ رشته‌ای نمیتونه حتی حق کاندید شدن داشته باشه. و من ناراحتم برای تمام که بدون هیچ دلیل زحمت کشیدم و نرمندان کار کردم. البته اون مسئول سینما هم چقدر آدمای بیشور و گاوین، اینجا حق مطلب بعد ادا بشه. حالا چقدر شما گاوید، خب بذارید طرف صحبتشو بکنه دیگه. حالا اینشون نمیتونه بگه، ولی من میگم بابا شما خیلی آدمای بیشعور و گروپ زاده ای هستید و نفهمید. یعنی شما رو یه مش گاف چرون اگر میآوردن میذاشتن اونجا شعورشون میرسید که یه نفر داره صحبت میکنه اون صدای بیسابو ببندید. اینو هم گفتم از سمت برای بچه که خالی بشن.
شما نمیتونین جلوی حرف زدن ما رو بگیرید. من میخوام که از نخبه های کشورمون، از جمله نویسنده این فیلم آقای کاظم دانشی، نویسنده شد نخبه، خواهش کنم که اجازه ندن این موانع باعث بشه که دل سرد بشن. خواهش میکنم که به خاطر این مردم بمونید در این خاک و نذاریم که سینمامون هم مثل خیلی از چیزای دیگه بمیره. من میخوام در اینجا تشکر کنم در این فضایی که باشه دیگه. این یه حرکتی بود حقیقت، چیزی که من برداشت کردم یه حرکت حاشیه‌ای بود برای اینکه این فیلمو مردم برن ببینن. حاشیه هم درست کردی دیگه، هم صدات هم شنیده شد، حسابی این قضیه هم وایرال شد. حالا برو دنبال رانتای دیگه، قربونت برم. همه این حرکات یه خط از آخرش به شما بگم حاشیه‌ای بود برای اینکه مردم برن این فیلمو ببینن، ولی از اون طرف خانواده آرمان اصلا راضی نیستن، چون اصلا شما بدون اجازه برداشتید و رفتید این فیلمو ساختید. این هم خواستم از این زاویه بهتون بگم که دستتون بیاد. خیلی مخلصیم، دمتونم گرم. شما هم نظرتون رو بگید راجع به این قضیه که چقدر امثال الناز شاکر دوستا برای سینما ایران مفید و مؤثر بودن. خیلی مخلصیم.